امروز وضعیت پیش آمده است که تاجیکان همچون ملت، همچون فرهنگ، همچون ارزش در تنگنای تمدنی قرار گرفته است. انا میگم تنگنای تمدنی، تنگنای یعنی حالتی که از همه طرفا محکم فشار. انا من نام همین وضعیت من میگم تنگنای تمدنی. تنگنای تمدنی به این معنی که مثلا ما همچون یک جغرافیا، همچون یک فرهنگ، همچون یک ملت، همچون یک ایده بین چندین لایحه موندیم، بین چندین ایده، بین چندین خریطه، بین چندین هدف موندیم. من از این طرف ایده افرادگرایی آمده شده است با شعارش، با تعلیماتش، با خریطش که در او خریطه ما نیستیم. از اون طرف من ایده برادرای ترک آمده شده است، اینا تورانی بزرگ، اینا اتحاد ترکی، اینا حاضر ساخت لشکری ترکی، ناتوی ترکی و خریطش هم کشیده است برابر است. ببینید تاجیکستان نیست، هم سرزمین های اینا رفت. از اون سو غربی، ایده های غربی، آسیای مرکزی بزرگ که در اوج نما هستیم، نه کشورمون است، همون فرو میبره. بنابراین حال بعضی کشورهای دیگری کلان منطقه هم خریطه ها و نقشه های خود را دارد که اینجا نگوییم. بنابراین ما عملا در بین چندین نقشه و خریطه و ایده قرار داریم که در هر یکیش ما را در خودش فارید کرده است. انا می نومش تنگنای تمدنی. انا در همین حالت دولت ما جمهوری تاجیکستان و حفظ آن اهمیت حیاتی پیدا میکنه، زیرا از همه طرف ها هم خیلی استادن لایحه هایی که ما رو فرو میبره در دراز مدت، همین تنگنای تمدنی. و در همین حالت سه چیز است که عادتا همین ملت خیلی حفظ میشد. سه چیز اگر داشته باشد حفظ میشد. تجربه ما، تجربه تاریخی نه و محتوای خود من میگم که برای که در همین شرایط امروز یک ملت حفظ شود، سه چیز داشتنش حتمی است. یکم جغرافیا، یعنی حتما تریتوریایی معین باشه که همون ملت در اوجا زندگی کنه. دوم تشکل سیاسی، یعنی دولت، نظام دولتی، حکومت. سوم نظام ارزش ها. نظام ارزش ها یعنی محیطی که در اوجا همون زبانش، فرهنگش، دینش، مذهبش، ارزش های ملیش حاکمیت داره. انا که بینید ما اگر روند تاریخی نگاه کنیم، من بارها گفتم اینا تکرار نمیکنم، ما امروز در نسبت با اون گذشته دور و کلان و بزرگمون همگی 1% حدود جغرافیای تاریخی ما در دست داریم. 1%. من تاجیکا امروز 1% خاک تاریخشون دارن تمام. حتی با همین دولت سامانیان قیاس کردیم که دولت کلانی تاجیکی، جمهوری تاجیکستان امروز 3.5% خاک سامانیان است. 3.5% تریتوری سامانیان ما، یعنی 97% رفته است. پس جغرافیا 1% مانده است. انا از این نظر میگیم این آخرین شانس، آخرین پناهگاه، آخرین جایی است که پایت مونده استاده میتونی همچون تاجیک. بنابراین جغرافیا بسیار مهم است. چرا از پنجشیر خالی کرد از طالبان؟ هم میدونه که پنجشیری در کابل و در دوشنبه و در لندن دیگه پنجشیری نیست و یه نسل دو نسل پس تمام میشه. و در همون جغرافیا معنا داشت جسارت و بزرگی و حماسه او، ولی وقتی پراکنده بشه تمام. بنابراین ملت در جغرافیا در زیر سایه حکومت
حکومت خود و در محیط ارزشی خود حفظ میشه. این گمان که اگر تاجیکستان نباشه در فیسبوک و در اینترنت گروهی زبانی تاجیکی، گروهی تاجیکون، این یک نسل طول کشه، 10 سال طول، این تمام میشه میرد. یعنی تنها در جغرافیا. اینجا ما باید دیگه ایدئالیست نباشیم بلکه بسیار بی‌رحمانه واقع بین باشیم که اگر همین جمهوری تاجیکستان همچون گیوگرافی، همچون جغرافیا و همچون دولت از بین رود، دیگر تاجیکان شانسی بقا ندارند. همون گونه که در منطقه دیگری که 100 سال پیش تاجیک نشین بود، دیگر جغرافیا رفت، دولت رفت، دیگر نیست. از همین رو ما چی میگیم که بقای جمهوری تاجیکستان و بقای تاجیکان امروز با هم پیوسته است. اگر همین دولت همچون گیوگرافیا و همچون دولت از بین رود، تاجیک با سرنوشت تاجیکای آسیای میانه با سرنوشت تاجیکای افغانستان روبرو میشد و اون وقت بقاش زیر سوال میره. از این رو با همون به زنجیره برمیگردیم که چه بود؟ اگر تغییر جهان بینی شود، با تغییر ارزش ها میشه، تغییر ساختار میشه، تغییر دولت میشه، با همین تمام. همین سخیمه اساسی که ما امروز را درک کنیم. و من چی گفته بودم که ما چرا میگیم ارزش های مهم است؟ چون که ما ملتی حقوقی سیاسی نیستیم، ما ملتی تمدنی و حقوقی هم اساسا. چخیر؟ یعنی که ما مثلا با یگان قرار، با یگان فرمان، همین یا تاجیک صاحبی خشدگی نیست. این تاجیک در روندی تاریخی همچون تمدن، همچون هویت شکل گرفته است. برای می گفتن که تاجیک نام یک ملت نیست، تاجیک نام یک فرهنگ، نام یک تمدن، نام یک سیستم ارزشی است. بنابراین همونو که از بین رود، یا همچون ملت از بین میرد. ما غیر از اون رسالت کسبی که هممون داریم، رسالت کسبی، عالم، محقق، وکیلیم، کسی هستیم، باز رسالت ملی داره. رسالت ملی این است که در کنار او رسالت کسبی ما باید در برابر سرنوشت ملت، فرهنگ، دولت، زبان، ارزش‌های خود حساس باشیم.